نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان گرامی، در جلسه قبل مطالبی را درباره فرضیت حج خدمت شما عرض کردم و گفتم که حج یکی از ارکان و اصول عبادی دین اسلام هست و دلایل وجوبش هم فراوان از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما کاملا محرز و مشخص هست. اما واقعا یک نکته بسیار جالبی که درباره تمام عبادات وجود دارد و چه بسا ما به آن توجه نمی کنیم این هست که الله متعال در کنار این که یک عبادت را به عنوان حق خودش، به عنوان حق الله متعال بر بندگان این عبادت را برای ما تعیین کرده و انجام عبادت در بسیاری از مسائل صرفاً حق الله متعال هست و حق بنده در این زمینه وجود ندارد. اما باز هم این لطف الله متعال هست که در این زمینه انجام وظیفه می کنیم. آن چیزی را که الله متعال به عنوان حق خودش و به عنوان یک فریضه بر ما مشخص کرده، ما اون فریضه الهی رو انجام می دهیم، اما الله متعال در مقابل یک پاداش بسیار بزرگی را به خاطر انجام این عبادت به ما عنایت خواهد کرد و از این هم فراتر این عبادت را سبب و وسیله قرار خواهد داد برای این که کمکاری های ما، خطاها و اشتباهات ما، گناهان و معصیت هایی را که دانسته یا نادانسته انجام دادیم، این عبادات سبب می شوند که این گناهان من و شما هم نادیده گرفته بشوند و الله متعال آنها را معاف بکند. درباره نماز اومده که هر نماز تا نماز دیگر کفاره گناهانی خواهد بود که انسان مسلمان در این میان انجام می دهد. این رمضان تا رمضان دیگر. و حتی درباره زکات یک طهره‌ای هست، پاکیزگی هست برای مال مسلمان و همچنین برای جان مسلمان، یعنی اندرون انسان مسلمان و قلب مسلمان با زکات دادن تطهیر می شود و پاک می شود. از حب مال انسان پاک می شود، از بغض و کینه و حرص و بخل و بسیاری دیگر از امراض باطنی و رذائل اخلاقی به وسیله همین زکات انسان از آن در واقع پاک و مبرا می گردد. درباره حج هم اگر ما نگاه بکنیم واقعا می بینیم که همین تأثیر را حج هم دارد، زیرا در روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. هر کسی که به حج برود و در حد دچار کارهای منهی عنه و خلاف نشود
و رفث نکند، یعنی با همسرش مخالفت نکند و فسق و فجوری را انجام ندهد، گناه و معصیتی را در زمان و در ایام حج و در حالت احرام انجام ندهد. رجع کیوم ولدته امه، وقتی که از حج برمیگردد گویا تازه از مادر متولد شده. تمام گناهانش را الله متعال معاف می کند. چه بسا انسان 50 60 سال 70 سال شاید 100 سال هم عمرش باشد و در آخرین سالها و ماهها یا روزهای عمرش به حج رفته باشد و الله متعال این فضیلت را و این نعمت را به آن عنایت کرده باشد، با این حج تمام گناهان عمرش معاف می شوند و مانند روز اول که از مادر به دنیا آمده پرونده اعمالش از گناه صاف و پاک می گردد. این روایت یک روایت صحیحی هست و متفق علیه در صحیح بخاری و مسلم روایت شده. و یک اتفاق جالبی افتاد برای حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه. زمانی که مسلمان شد آمد در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و زمانی که میخواست با رسول گرامی اسلام بیعت بکند و دستش را در دست رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بدهد، عهد و پیمان ببندد که از این به بعد مسلمان هست و پایبند بر فرامین و شریعت اسلامی، عرض کرد که یا رسول الله من بیعت میکنم منتها با یک شرط. بیعت من یک بیعت مشروطی هست و من شرطم این هست و خواسته و طلب من این هست که من بیعت میکنم به شرط این که گناهان گذشته من معاف بشوند. واقعا عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه با این انگیزه آمده بود که مسلمان بشود، توبه کرده بود، از گذشتهش پشیمان بود. یا رسول الله من بیعت میکنم منتها میخواهم شرط بکنم که گناهان گذشته من معاف بشوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اما علمت ان الاسلام یهدم ما قبله و ان الهجرة تهدم ما قبلها و ان الحج یهدم ما قبله. این روایت در صحیح مسلم هست. میگه عمرو بن عاص مگر نمیدانی که اسلام گذشته را از بین میبرد؟ مگر نمیدانی که هجرت کردن از مکه به مدینه گناهان گذشته را معاف میکند؟ مگر نمیدانی که حج سبب میشوند گناهان قبل از این بخشیده و معاف بشوند؟ واقعا این حج اگر حج مبروری باشد، اگر حجی باشد که انسان مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم این حج را به پایان برساند، مطمئناً یکی از بزرگترین کفاره ها و مایه معاف شدن و بخشوده شدن گناهان هست. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند العمرة الى العمره کفارة لما بینهما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. این عمره تا عمره دیگر که شما انجام میدهید کفاره گناهانتان خواهد شد و حج مبرور هیچ پاداشی غیر از بهشت ندارد. الله اکبر. انسان مسلمان اگر حجش حج مبروری باشد، حجی که در آن بر و احسان کرده باشد، حجی که در آن از فسق و فجور و گناه دوری بکند، حج مبرور پاداشش بهشت برین و بهشت جاویدان الله متعال هست. و اضافه بر این در ایام حج روزی را ما داریم به عنوان روز عرفه که یک فضیلت منحصر به فردی را دارد که در طول سال هیچ روزی این فضیلت را ندارد. در میان شبها اگر ما نگاه بکنیم با ارزشترین شب و شب قدر شبی هست که در ماه مبارک رمضان هست و به خاطر ارزشی که دارد اسمش هست شب ارزش و شب مقام و والایی.
اگر بخوایم یکی از روزهای سال را با شب قدر مقایسه بکنیم، آن روز عرفه هست. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می‌فرماید که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: ما من یوم اکثر ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه و انه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکه. در صحیح مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در هیچ روزی به اندازه روز عرفه الله متعال انسانهای گناهکار را و انسانهای جهنمی را از جهنم آزاد نمی کند. در این روز هست که الله متعال افتخار می کند به مسلمانان، مباهات می کند در مقابل فرشتگان که ببینید بندگان من هر یک از یک جایی و منطقه‌ای و سرزمینی آمدن در اینجا فقط و فقط به خاطر ندای الهی و به خاطر این فراخان شرعی در اینجا در واقع جمع شدند و میخواهند که این شعیره الهی را و این فرض الهی را در اینجا انجام بدهند. پس مبارک باد برای شما حجاج بیت الله الحرام، مژده باد به شما کسانی که تصمیم دارید که به حج بروید. این بخشودگی و این مغفرت و این رحمتی که الله متعال برای شما در نظر گرفته که انشاءالله زمانی که الله متعال شما را مشرف گردانید به سرزمین وحی و به سرزمین مکه، برادران مسلمانتان را هم از دعای خیر فراموش نکنید. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. سختگیری در دروغ بستن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. در صحیح بخاری حدیث شماره 106 از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سخنی را به دروغ به من نسبت ندهید، زیرا کسی که به دروغ سخنی را به من نسبت دهد وارد آتش می شود. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. و در صحیح بخاری حدیث شماره 1291 و صحیح مسلم حدیث شماره 4 از مغیره رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودند: دروغ گفتن از قول من مانند دروغ گفتن از قول کسی دیگر نیست. کسی که عمدن دروغی را به من نسبت دهد باید جای خود را در دوزخ آماده سازد. محور اعمال مسلمان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. در صحیح بخاری حدیث شماره 6689 و صحیح مسلم حدیث شماره 6953 از عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت شده که فرمود: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند: ثواب هر کاری به قصد و نیت آن بستگی دارد و پاداش کار هر انسانی بستگی به نیت او دارد. کسی که به خاطر کسب مال دنیا و یا ازدواج با زنی مهاجرت کند، یعنی از محل اقامت و دیار خود دور شود، این هجرت و دوری او به منظور رسیدن به همان خواسته درونی اوست و ارزش معنوی ندارد. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران الله متعال، دوستداران خانه الله، بیت الله، دوستداران مسجد الحرام، مکه مکرمه و حج. در ادامه بررسی آیات مرتبط با حج در کلام الله مجید، همچنان در مسیر برنامه گذشته سوره مبارکه آل عمران آیه 97 رو به همراه شما عزیزان مروری خواهیم داشت. در برنامه گذشته درباره آیه 96 این سوره سخن گفتیم. آیه که الله متعال در اون فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. همانا اولین خانه‌ای که برای انسانها در زمین برای عبادت اونها بنا شد و قرار داده شد، خانه است که در بکه هست، خانه است که در مکه هست. بکه نام دیگر مکه است. الله متعال فرمود اولین محل عبادت، اولین عبادتگاهی که برای انسانها قرار داده شده روی زمین خانه کعبه است. مبارکه و هدایتی است برای عالمیان. این آیه 96 بود که در برنامه گذشته به همراه شما اشاره کردیم. در ادامه این آیه الله متعال در آیه 97 اینگونه می‌فرماید که فیه آیات بینات، فیه آیات بینات. در این محل، در این مکان، در مسجد الحرام، در مکه مکرمه،
در مکان اولین عبادتگاه انسان ها روی زمین، در طول تاریخ حیات انسان روی زمین، نشانه های بسیار آشکار و واضحیه برای کسایی که اهل خردن، برای کسایی که میدونن دین یعنی چی، اعتقاد یعنی چی، باور یعنی چی. نشانه های واضحی هست. در این شهر صفا و مروه‌ای هست، در این شهر عرفاتی هست، در این شهر منا و مزدلفه‌ای هست، در این شهر تاریخه، در این شهر نشانه های واضحی هست، زمزمی هست، در این شهر عبادت هایی هست، در این شهر مناسک و مشاعری هست، در این شهر حج هست، در این شهر عمره است، این شهر قبله عالمه. همه اینها نشانه است، همه اینا دلیله، همه اینا سند حقانیت این دینه. فیه آیات بینات. در کنار کعبه، در داخل مسجد الحرام، در داخل مکه نشانه های واضح و آشکاری و از جمله این نشانه ها مقام ابراهیم. مقام ابراهیمه. مقام ابراهیم، مقام به چند معنا است؟ یک معنای کلی و عمومیش قدمگاه ابراهیم، تحت لفظیش هم همین معنی است. مقام ابراهیم رو داره اینجا، قدمگاه ابراهیم اینجاست. اینجا ابراهیم اومده، اینجا ابراهیم قدم زده، اینجا رفت و آمد کرده و حرکت کرده. چرا ابراهیم؟ چرا الله تعالی ابراهیم رو ذکر کرد؟ بعد از اینکه فرمود در مکه نشانه های واضحی است، آشکاری هست، در کنار کعبه نام ابراهیم علیه السلام از بین این همه پیامبران تاریخ چرا ذکر میشه؟ اونم در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیات رو تلاوت میکنن. آخرین پیغمبر الله متعال بر روی زمین. ابراهیم علیه السلام ویژگی هایی داره. ابراهیم علیه السلام صفاتی داره که به تفصیل درباره ابراهیم علیه السلام ارتباطش با کعبه در آیات بقره صحبت خواهیم کرد. اما در موضوع حج وقتی که نام ابراهیم علیه السلام ذکر میشه به چی میتونه اشاره داشته باشه؟ اگر در همین سوره آل عمران که این آیه مورد بحث ما آیه 97 همین سوره است، کمی برگردیم عقب‌تر، آیه 65 جواب سوال ماست. الله متعال میدونیم که سوره آل عمران سوره ایه که درباره شأن نزولش درباره مسیحیانی بود که با رسول صلی الله علیه و سلم بحث داشتن و ایشون رو متهم می‌کردن به اینکه شما دین آسمانی ندارید و آنچه که میگویید از پیش خودتون ساختید و این تهمتایی که همه دشمنان میزنن. در آیه 65 الله متعال در سوره آل عمران میفرماید قل یا اهل الکتاب، پیامبر من به اهل کتاب بگو لم تحجون فی ابراهیم، شما چرا با هم جدال دارید درباره ابراهیم؟ و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد، در حالی که تورات و انجیل بعد از ابراهیم نازل شده. آیا کمی عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ تذکر نمیپذیرید؟ شما ابراهیم علیه السلام برای تمام دینهای آسمانی مقدس. یهودیان میگفتن ابراهیم از ماست، مسیحیان هم میگفتن ابراهیم از ماست، الان هم میگن. ابراهیم علیه السلام از اونجایی که پدر انبیای بنی اسرائیل و حتی پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمام ادیان آسمانی، مسیحیت در زمان حضرت مسیح و همچنین یهودیت، دین یهود، دینی که موسی علیه السلام آورد، و اسلام، آنچه که ما به اسم اسلام معرفی میکنیم امروز، در اصل ان الدین عند الله الاسلام، همه ادیان اسلام بودن، چیز غیر از اون نبود. اما وقتی که در کنار ادیان یهود و مسیح و اسلام ذکر میشه که اصل همه این سه تا یکی بوده، اسلام هم رسول الله صلی الله علیه و سلم نواده ابراهیم علیه السلام
همه ادیان آسمانی میگن ما ابراهیمی هستیم. خلاصه کلام. یهود هم میگه ما ابراهیمی هستیم، مسیحی هم میگن ما ابراهیمی هستیم، با مسلمانان هم میگن ما ابراهیمی هستیم. الان وقتی که یهود و مسیحیت با هم بحث میکردن و جدال میکردن که یهود میگفت ابراهیم مال ماست، مسیحی میگفت مال ماست، الله تعالی فرمود که تورات انجیل بعد از ابراهیم اومدن. ابراهیم ما کان ابراهیم و یهودی ولا نصرانی، نه یهودی بود نه مسیحی بود، ولکن کان حنیفا مسلما، انسانی بود بدور از شرک، تسلیم شده در برابر الله تعالی. و در آیه 68 همین سوره آل عمران فرمود که نزدیکترین افراد به ابراهیم علیه السلام ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه، کسانی هستند که پیروش هستند، و هذا النبی و رسول الله صلی الله علیه و سلم، و کسانی که بهش ایمان آوردند. ابراهیم علیه السلام نشان حقانیت دینی است که ادعا میکنه نسبت داره با ابراهیم علیه السلام و این ادعا رو کسانی میتونن بکنن که پیرو بشن. پیروی از ابراهیم علیه السلام چطوره؟ پیروی از ابراهیم علیه السلام قدم گذاشتن جای پای ابراهیم علیه السلام، گام به گام با ابراهیم علیه السلام، مقام با ابراهیم علیه السلام حرکت کردن میشه پیروی از ابراهیم علیه السلام. وقتی که صحبت از کعبه میشه، وقتی که صحبت از مسجد الحرام میشه، وقتی صحبت از اولین عبادتگاهی که برای عبادت الله تعالی روی زمین گذاشته شده و وقتی که ابراهیم علیه السلام من بعداً تجدید بنا میکنه اینجا رو و از نسل ابراهیم علیه السلام نواده بزرگوارشون رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین شهر در کنار همین خانه دوباره میاد و دعوتش رو شروع میکنه، اینجا این کسانی که اینجا زندگی میکنن، کسانی که کعبه رو دارن، کسانی که مسجد الحرام رو دارن، کسانی که جای پای ابراهیم قدمگاه ابراهیم قدم میزنن، حج ابراهیمی رو انجام میدن، اینان پیروان حقیقی ابراهیم. مسیحیان و یهودیان دیگه نمیتونن ادعا بکنن که ما ابراهیمی هستیم تا وقتی که به حقانیت کعبه اعتراف نکنن، تا وقتی که قبول نکنن در کنار کعبه فیه آیات بینات، نشانه های واضحی است و از همه واضحتر مقام ابراهیم. اصلا قدمگاه ابراهیم اینجاست. معنای خاصتر مقام ابراهیم همون جایی که ما به اسم مقام ابراهیم میشناسیمش. کنار کعبه، حتما تصاویر عزیزان دیدید، روی در کعبه چند متر اون طرفتر یک حالت گنبد کوچولویی هست طلایی که داخل اون شیشه این فضا یک سنگیه. این سنگ جای پای یک انسانی روی این سنگه. اون قدمگاه پدر ما ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام رو الله تعالی فرمود ملت ابیکم ابراهیم، شما پیرو ملت و آیین و دین باباتون ابراهیم هستید، چرا که پدر بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر امت هست. قدمگاه پدر بزرگ ما، بابای ما ابراهیم علیه السلام اونجاست. جای پای ابراهیم علیه السلام در کنار کعبه مانده. در ابتدا چسبیده بود به دیوار کعبه، اما به خاطر اینکه امر شد و مسلمین که اینجا 2 رکعتی نماز بخونند و سبب ازدحام در مسیر طواف میشد، به دستور عمر رضی الله عنه و به خاطر مصلحت مسلمین در جای فعلی قرار گرفت. این مقام ابراهیم یکی از نشانه های واضح حقانیت دین مبین اسلام و پیرویش و نسبت داریش با ابراهیم علیه السلام. چه نشانی بزرگتر از این در دست ما از ابراهیم علیه السلام، ما انسان ها. فیه آیات بینات، نشانه های واضحی اینجاست. مقام ابراهیم اینجاست. و من دخله کان امنا، هر کسی وارد این فضا بشه در امنه. اینجا محدوده امن الهی است. اینجا حرم است. حرم یعنی خیلی چیزایی که خارج از این محدوده حلاله اینجا حرامه. اینجا نباید کسی شکار بکنه، اینجا نباید کسی یک شاخه را قطع بکنه، اینجا نباید کسی حتی حیوانی را آزار برسونه، انسان که به جای خودش. اینجا حتی حق نداره که یک موی از صورتش رو به زور بکنه وقتی که احرام میپوشه. اینجا حرمه. هر کسی که در این محدوده داخل بشه در امانه.
و من دخله کان آمنا. اینجا همه در امانن. و چقدر عظیم این معنا وقتی که انسان میبینه که مقدسترین مسجد روی زمین با عظمتترین مکان روی زمین تنها مسجدیه در عالم که زن و مرد با هم در فضای مسجد میچرخند، طواف میکنن. در مسجد النبی اینطور نیست. مسیر خانم ها جداست، مسیر آقایون جداست. محل عبادت خانم ها جداست، محل عبادت آقایون جداست. در تمام مساجد دنیا اینطوره. محل نماز خانم ها جداست، محل نماز آقایون جداست. گرچه در مسجد الحرام در هنگام جماعت سعی میشه که خانم ها جدا بشینن، جدا عبادت در صفهای خودشون باشن، اما در طواف، اما در بقیه عبادت ها آزادن. چرا که اینجا شیطان دیگه دخلی نداره که وارد بشه. اینجا جرأت نمیکنه شیطان وارد بشه در مسجد الحرام. و من دخله کان آمنا. هر کسی که در این فضا داخل میشه در امنه، در امانه. اینجا حریم امن الله تعالی است. اینجا خط سرخ بر الله تعالی. و من دخله کان آمنا. حیوانات هم در امانه، انسان ها که به جای خود. اینجا حریمه، اینجا حرم امن الهی است، چون که مقدسه، چون که عظیمترین مکان روی زمینه. حرم رو الله تعالی تعیین میکنه، نه اینکه هر کسی دلش نخواست حرم مطهر آقا فلانی، حرم آقا فلانی، حرم آقا فلانی. کسی که نه به الله اعتقاد داره یا اگر اعتقاد داره مشرک شده و به دنبال تخریب در کعبه است. عجیبه که امروزه کسانی که دستشون در جنایت در مسجد الحرام و بمبگذاری در مسجد الحرام آمیخته بود هم بعد از هلاکتشون عده‌ای به نام اون اومدن و قصری ساختن و اسمشون گذاشتن حرم مطهر فلان هالک. حرم مسجد الحرام و مسجد النبی. غیر از این دوتا ما حرم دیگه ای نداریم روی عالم. هیچ حرم دیگری در روی زمین نیست، همین دوتا است. محدوده های حرم الله متعال. مسجد الحرام حرمه. و من دخله کان آمنا. هر کسی در این فضا داخل شد در امانه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اولین عبادتگاه روی زمین مبارک، هدایت برای عالمیان. علاوه بر این در اون نشانه های واضحی است از حقانیت و مهمترینش مقام ابراهیم و این دین راه ابراهیم رو پیش میبره و حج میکنه و بر الله تعالی ولله علی الناس، حق الله تعالی است بر مردم. حج البیت، حج این بیت. اینجا باید بیان حج بکنن. حج در لغت به معنای قصده، اراده، نیت. مردم باید اراده بکنن، نیت بکنن این خونه رو، باید بیان اینجا، باید بیان حج بکنن. ما وقتی میگیم حج در لغت به معنای اراده و نیت کردن. اراده و نیت چی؟ زیارت کعبه و مشاعر مقدسه و عبادت هایی که اونجا هست رو انجام دادن به قصد تقرب به الله تعالی. این میشه حج. حج واجبه بر مردم، کسانی که طبیعتاً اعتقاد دارن به کعبه، باور دارن به کعبه، به عنوان مقدس‌ترین مکان قبولش کردن. ابراهیم علیه السلام رو به عنوان پیشوا قبول کردن و در مسیرش دارن پیش میرن. در مقام ابراهیم دارن قدم میزنن، جاهایی که ابراهیم رفته میرن. برای اینها واجبه. برای کسی که به توحید اعتقاد داره حج واجبه. ولله علی الناس حج البیت. بر اینها، بر مردم واجبه. حق الله تعالی بر اینهاست که حج خانه الله رو انجام بدن. من استطاع الیه سبیلا. اون کسانی که استطاعت دارن به سوی کعبه و راهش رو پیدا میکنن، میتونن. حج واجبه بر کسانی که استطاعت دارن. حج فقط کنار کعبه است، فقط اینجاست. طواف فقط مال کعبه است. این عبادت فقط مال کعبه است. عبادت خاصی که فقط مال خود کعبه است. حج واجبه برای کسانی که استطاعت دارن. کسی که از لحاظ جسمی میتونه بره،
کسی که توانایی مالی داره، کسی که در شرایط امروزه ما میتونه ویزایی بگیره و بره، خودش شرکت میکنه و خطری هم تهدیدش نمیکنه، برای این واجبه که بره. حتی برای کسی که امکانات مالی داره، میتونه که خرج بکنه اما خودش نمیتونه بره و مریض هست، کسی دیگه ای رو میفرسته و باید بفرست. برای کسانی که توانایی دارن و استطاعت دارن برن حج، باید حج بکنن، واجبه که حج بکنن، اختیاری نیست، باید حج بکنن. نباید بگه که خب حالا من برم پول خرج بکنم که چی بشه. این یک عبادته، این یک دانشگاه است، این یک مسیره که برای وصل ما با تاریخ، برای وصل ما با تاریخ انبیا مهمه. ما درس میده، ما رو وصل میکنه به تاریخ انبیا، ما رو وصل میکنه به تاریخ عبادت روی زمین، ما رو وصل میکنه به کعبه، ما رو وصل میکنه به قبله، ما رو وصل میکنه به اولین عبادتگاه، ما رو در مسیر انبیای طول تاریخ قرار میده. حج قرار گرفتن در مسیر کل تاریخ عبادت الله تعالی روی زمینه، واجبه که بره. اگر کسی نرفت، و من کفر، اگر کسی ناسپاسی کرد، کفر ورزید، انکار کرد از اینکه بره حج، فإن الله غنی عن العالمین، الله تعالی بی‌نیاز از بندگانش. و من کفر، الله تعالی نفرمود کسی که قبول نکنه، مستقیم فرمود کسی که کفر بکنه. یعنی اگر کسی میتونست بره حج و نرفت و قبول نکرد و حج نکرد، این عملش کفره. کسی که تمسخر میکنه به حج، کسی که مسخره میکنه حج رو، کسانی که فکر میکنن حج فقط به خاطر اینه که اونجا نمیدونم مردم مکه، مردم حجاز پولدار بشن، ثروتمند بشن، نیاز به این پولها دارن، چرا پولاتون رو خرج میکنید میریزید اونجا توی جیبای فلانیا و فلانیا؟ نه، الله تعالی این منطقه رو، این حرم رو، این شهر رو برکت داده. خودش میفرماید اینجا مبارکه. دعای ابراهیم علیه السلام پشت سر اون شهر، میرسیم بهش در آیه 126 سوره مبارکه بقره. ابراهیم علیه السلام دعا کرد اصلا که تمام برکات خودت رو، رزق و روزی رو به این شهر جاری کن و بر همه هویدا است که چقدر نعمت ریخته اونجا. این چند نفری که فکر میکنن اگر برن اونجا هدف از حج اینه، اینها نفهمیدن معنای حج رو. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، کسانی که سر باز میزنن الله بی نیاز از بندگانش. الله نیازی نداره به این چیزا، ماییم که نیاز داریم. ماییم که باید خودمون رو در این دانشگاه ثبت نام کنیم، بریم خودمون رو بسازیم، یاد بگیریم، استفاده کنیم، خودمون رو وصل کنیم به تاریخ دعوت، بریم جای پای انبیای الهی، رسول الله صلی الله علیه و سلم، همسران بزرگوارش، اهل بیتش، یارانش و قبل از ایشون ابراهیم علیه السلام، انبیای دیگری که حج کردن، قدم گذاشتن جای پای کسانی که به نام اونها افتخار میکنیم. حس قشنگی داره وقتی قشنگ انسان میره و کنار مقام ابراهیم چشمش میفته به جای پای ابراهیم علیه السلام و احساس میکنه الان این جایی که من ایستادم شاید دقیقاً جای پای رسول صلی الله علیه و سلم بوده باشه، یا صحابه ایشون یا انبیای دیگر. حس عجیبی داره. تجربه حج، تجربه ارتباط با این عظمت و قداست و حرمت، تجربه اون حس معنوی بالا رو نمیشه با الفاظ و کلمات به تصویر کشید. این فرصتی که فقط باید اونو تجربه کرد و کسانی که تجربه کردن میدونن، میفهمن که من چی میخوام بگم. از الله متعال میخوایم که این سفر عظیم رو نصیب همه دوستداران حرمینش بگرداند، کسانی که دوست دارن
کعبه رو زیارت کنن، دوست دارن مقام ابراهیم رو تجربه کنن، دوست دارن تا در جایی که پدر بزرگوارشون رسول الله صلی الله علیه و سلم و پدر بزرگوارمون ابراهیم علیه السلام قدم گذاشته قدم بگذارن، جایی که اولین عبادتگاه روی زمین گذاشته شده برن اونجا عبادت کنن، برکت حاصل کنن، عوض بشن، تولدی دوباره پیدا کنن، از اول زاده بشن بعد از حج. الله تعالی نصیب همه ما بگردونن بارها و بارها. عن خصوص نصیب اون عزیزانی که هنوز توفیق نصیبشون نشده که این سفر رو تجربه بکنن، از الله متعال بعید نیست که بارها و بارها نصیب ما بکنه این فرصت رو. در برنامه بعد انشاءالله به همراه شما عزیزان باز به آیات دیگری است، آنچه که در کلام الله مجید به موضوع حج اشاره داره خواهیم پرداخت و انشاءالله مروری بر اون آیات هم خواهیم داشت. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو احیا کردید و همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. اثبات شفاعت و بیرون آمدن یکتاپرستان از دوزخ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. شك من أحد رجال السند، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ در صحیح بخاری حدیث شماره 20 و صحیح مسلم حدیث شماره 304 از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آنهایی که اهل بهشت هستند وارد بهشت می شوند و آنهایی که اهل دوزخ می باشند به دوزخ می روند. سپس الله عزوجل می فرماید: کسانی را که به اندازه دانه خردلی ایمان در قلب دارند از دوزخ بیرون آورید. آنها را بیرون می آورند در حالی که در آتش و دود سیاه گشتند. آنان را در رودی که حیا یا حیات نام دارد شستشو می دهند و زنده و شاداب می گردند، همان گونه که دانه گیاه در کنار بستر آب به سرعت می روید. مگر نمی بینید گیاهی که در چنین جایی سبز می شود چقدر زیبا است و هر بیننده ای را شاد می نماید و از شدت تراوت و شادابی خمیده می شود. آخرین نفری که از دوزخ بیرون می آید. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها،
وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل 10 أمثال الدنيا. فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. در صحیح بخاری حدیث شماره 6571 و صحیح مسلم حدیث شماره 308 از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من میدانم آخرین نفری که از دوزخ بیرون می آید و آخرین کسی که وارد بهشت می شود چه کسی است. او مردی است در حالی که با سینه خیز از دوزخ بیرون می آید. الله عزوجل به او می فرماید: برو داخل بهشت شو. آن مرد به سوی بهشت می آید. فکر می کند که بهشت پر شده و جای خالی ندارد. بر می گردد و می گوید: پروردگارا، بهشت را دیدم که پر است و جای خالی ندارد. الله عزوجل می فرماید: برگرد و داخل بهشت شو. باز به سوی بهشت می آید و آن را پر می بیند. آن مرد بر می گردد و می گوید: پروردگارا، بهشت را دیدم که پر شده است. مجدداً الله عزوجل به او می فرماید: برگرد و داخل بهشت شو و به اندازه دنیا و 10 برابر آن در بهشت مال تو باشد. آن مرد می گوید: پروردگارا، مرا مورد تمسخر قرار می دهی؟ تو پادشاه و قدرتمند هستی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمود: دیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این هنگام خنده‌اش گرفت و دندانهای آخرشان نمایان شد. گفته می شود این آخرین نفر و فقیرترین اهل بهشت می باشد که به او به اندازه دنیا و 10 برابر آن داده می شود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در برنامه دیگر از برنامه‌های دروس حج و یا درس‌های حج قرار داریم. در جلسه گذشته گفتیم که باید وقت ما عازم سرزمین مکه مکرمه می شویم باید قولا و عملا ثابت بسازیم که ما
ملت از ابراهیم علیه السلام داریم. ابراهیم علیه السلام گفتیم که موحد بود، حنیف بود، یکتاپرست بود و تمام اعمال خود را خالصانه و مخلصانه انجام میداد. حالا درس دیگری که ما از حج میگیریم اخلاص هست. چرا حج میرویم؟ چرا جانی و مالی، یعنی در این عبادت مال هم میدهیم، وقت هم میگذاریم، جان خود، نفس خود را هم خسته میکنیم؟ چرا؟ به خاطر چی؟ وقتی شما ببینید نماز عبادت هست که تنها جانی هست و کسی پول هم نمیدهیم و پول هم نمیگیریم، در این راستا در شبانه روز 5 وقت نماز میخوانیم. در مسئله پرداخت زکات تنها عبادت مالی هست. مال و سرمایه شما میتونین دست کس دیگری هم بدیم، زکات او بره به فقرا و مستضعفین توزیع کنه و خود فقرا و مستضعفین هم میاین پیش شما هیچ زحمت نشوید، زکات را میتوانید پرداخت کنید. پس عبادتی که جانی و مالی هست حج هست. شما پول هم میدهید، سرمایه که دارید از او مصرف میکنید، وقت خود را هم میگذارید، جان خود را هم خسته میکنید. به خاطر چی؟ چرا؟ به خاطر این که رضایت الله را به دست بیاورید. واضح و مسلم هست. به خاطر این که الله سبحانه و تعالی راضی بشه. حالا چگونه الله سبحانه و تعالی این حج را میپذیرد و قبول میکند؟ نه تنها حج، تمام اعمال و عبادات ما. اخلاص خیلی مهمه. قرآن میفرماید و اتم الحج والعمرة چی؟ ادامه آیه لله. اگر حج میکنید، اگر عمره انجام میدید، لله باشه، به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه، نه به خاطر اینکه تو را حاجی بگن، نه به خاطر اینکه تو را دیگران مجبور ساخته باشن و بالاخره حج کرده باشید، نه به خاطر اینکه اگر زنی حج کنه تا اینکه دیگران ببینن یا مرد حج کنه تا اینکه او را حاجی بگوین. اگر نیت این بود که من حج میکنم تا مرا حاجی بگن، من حج میکنم تا دیگران بفهمن که من به حج رفتم، من حج میکنم تا هر روز دیگران برای من حرف میزدن چرا پول داری حج نمی کنید، برم حج کنم تا دیگران به من حرف نزنن، این لله نیست. در این دیگه اخلاص نیست. قرآن آیات زیاد اشاره میکنه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. شما امر نشدید به این که عبادت داشته باشید که در او عبادت اخلاص نباشه. با آنچه که امر شده اید این است که عبادت شما خالصانه و مخلصانه باشه. قرآن عظیم الشان اشاره میکنه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. اعمال از شرک باید که زدوده بشه، پاک باشه، دور باشه. پس آیات زیاده داریم که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه پیرامون اخلاص، پیرامون مخلصین. قرآن میفرماید فاعبد الله مخلصا له الدین. پس الله را عبادت کنید، عبادت خالصانه و مخلصانه. اخلاص چیست؟
به این که عمل خاص به خاطر الله انجام دادن. حج میری خاص به خاطر الله، نماز میخوانی خاص به خاطر الله، زکات میدی خاص به خاطر الله. اگر به خاطر دیگه کس بود این پذیرش به نزد الله مورد قبول واقع نمیشه. نماز خواندی تا تو را ببینن، زکات دادی تا تو را سخاوتمند بگوین، جهاد کردی تا تو را شجاع بگوین. خدا ما را نجات بده از اعمال ریا. وقتی در اعمال ریا آمد، سخن گفتی تا تو را سخنور بگوین. اگر چنین بود، وقتی ریا آمد اخلاص را از بین میبره. بندگان الله سبحانه و تعالی وقتی که اعمال را انجام میدادن چنان در او کوشش میکردن که ریا نباشه، کوشش میکردن که عجب نباشه، کوشش میکردن که سمعه نباشه. اعمالی که در از او ریا بود، عجب بود، سمعه بود، بر علاوه که به نزد الله مورد پذیرش واقع نمیشه، مورد قبول واقع نمیشه، انسان را بدبخت دنیا و آخرت میکنه. پس اخلاص به فرموده بزرگان علما اهل علم میفرمایند اخلاص به منزله چیست در عمل؟ به منزله روح در جسد یا در جسم. در جسم روح چقدر نقش داره؟ وقتی که روح از بدن انسان رفت، انسان میگن ببرین دفن کنیم، ارتباطی با همه قطع میشه. اعمالی که عباداتی که در از او اخلاص نبود مثل جسمی که در از او روح نیست. روح در جسم چقدر نقش داره؟ اخلاص در اعمال نقش داره. اعمال و عباداتی که در آن اخلاص نبود، او اعمال و او عبادات دفن بشه، چیزی نیست. به اینه که قرآن عظیم الشان آیات زیادی بیان میکنه تعریف و توصیف اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. صحابه وقتی این جایگاه را پیدا کردن، ارزش را پیدا کردن، چون اخلاص داشتن. ما که الان حرکت میکنیم طرف مکه مکرمه، این سفر مبارک پیش رو هست، عزم و اراده سرزمین مکه مکرمه را داریم، باید اولین درسی که از این سفر در آغاز این سفر میگیریم، چون ابراهیم علیه السلام را شناختیم، در برنامه قبل گفتیم ابراهیم علیه السلام یکی از بندگان مخلص الله سبحانه و تعالی بود، از جمله مخلصین و مخلصین. پس ما باید یک بنده مخلص الله سبحانه و تعالی باشیم. تعریف و توصیف صحابه قرآن وقتی بیان میکنه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. این تعریف توصیف صحابه هست. رحماء بینهم بودن، با کفار سختگیر بودن، در قیام، در رکوع، در سجده به عبادت الله سبحانه و تعالی. حالا چی میخواستن؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا. الله اکبر. تمام اعمال که انجام میدادن رضایت الله را طلب میکردن. این را میگن اخلاص. در این سفر لازم و ضروری است که انسان یک انسان مخلص باشه. قبل از این که احرام را به تن بنمایه، باید با خدای خیش عهد و پیمان ببنده و بگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پس اعمال ما ارتباط میگیره به اخلاص،
و شرط قبولیت اعمال چیست؟ دو چیز هست، اونها را بعد از میان برنامه انشاءالله بیان خواهیم کرد. با ما باشید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیرامون شروط قبولیت اعمال، حالا ما تصمیم گرفتیم، تصمیم حج، اراده حج، چی خواهر هست و چی برادر هست، تصمیم و اراده حج داره. اعمال ما، تمام اعمال عبادی که انجام میدیم، نماز، روزه، زکات، حج، همه اینها در قبولیت اعمال دو شرط نهفته هست. اگر از این دو شرط یکی ساقط بود، عمل به پیشگاه الله سبحانه و تعالی قبول نمیشه. چیست؟ این دو شرط چیست؟ اول، کل عباده خالصا لله تعالی، تمام عبادت ما خاص به خاطر الله باشه، نه به خاطر ریا. ریا چیست؟ نشان دادن به دیگران. من حج میروم تا دیگران ببینن، نعوذ بالله. سمع چیست؟ من حج میروم، نعوذ بالله، تا اینکه دیگران بگوین که فلانی آدم خوبی هست، حج رفته. حالا در نیت اگر چنین نبود، دیگران گفتن و دیگران دیدن، اشکالی نداره. عجب چیست؟ اینه که شخص وقتی حرکت میکنه، این عملش او را سبب غرورش بشه. من حج رفتم ولی همسایه من نرفت، همجوار من نرفت، من پس از دیگران بهترترم. پیش خود فیصله کردن که من از دیگران بهترتر و به نظر خود آمدن، ایرا عجب میگن. پس شرط اول قبولیت عبادت ما اینه که خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. شرط دوم، عملی که انجام میدیم، حجی که میریم، نمازی که میخوانیم، زکاتی که میدیم، روزه‌ای که میگیریم، عمل عبادی که انجام میدیم موافق به سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم باشه. اول خاص به خاطر الله، دوم موافق به سنت رسول صلی الله علیه و سلم. به اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید نسبت به حج، خذوا عنی مناسککم، اجرای مناسک شما از من بگیرید. من چگونه حج کردم، چگونه طواف کردم، چگونه صفا رفتم، چگونه مروه رفتم، چگونه منا و عرفات و مزدلفه و اینها. پس این دو شرط که بود، عمل ما به پیشگاه الله سبحانه و تعالی مورد قبول واقع میشه. پس اخلاص خیلی مهمه در زندگی انسان. فضیل ابن عیاض رحمه الله میفرمایند الاخلاص سر من اسرار الله. الله اکبر. اخلاص یک سر هست، یک اسرار هست بین بنده و الله سبحانه و تعالی. اخلاص عمل جوارح نیست. اخلاص نمی شود که انسان با دست و با اعضای بدن خود و بالاخره بر ظاهر خود با اینها به دیگران نشان بده که من انسان مخلصی هستم. اخلاص کاملا ارتباط میگیره به مسئله قلب. هیچ ربط و ارتباطی نداره اخلاص به اعضا و جوارح. ما اصلا نمیتوانیم بنده مخلص را ما تشخیص بدیم. ما عاجزیم، از قلب نمیفهمیم، نمیدانیم. خیلی اشخاص شاید ظاهر اینا خیلی خوب باشه اما هیچ مخلص نباشن، و خیلی اشخاص
شاید که ظاهرا ما اونها مخلص نبینیم اما شاید مخلص باشن. این که قرآن میگه وقتی الله سبحانه و تعالی شیطان راند و او را از درگاه رحمت خود دور ساخت، شیطان گفت که همه را گمراه می سازم مگر زور من و توان من به بندهای مخلص نمیرسه. به خاطر چی؟ چون شیطان تصرف در قلب نداره، شیطان آگاهی نداره که مخلص کیست. حتی خیلی از علما به این نظر و این قول بیان میکنن که حتی ملائکه‌ای که اعمال انسان رو می نویسه او فقط اعمال رو می نویسه، نماز خواندی، روزه گرفتی، حج کردی و بالاخره اعمال صالحه انجام دادی یا گناه کردی، گناه را می نویسن، ثواب را می نویسن. اما از این که اخلاص بین حتی ملائکه هم نیست، ملائکه هم نمیدانن بنده مخلص کیست، غیر مخلص کیست. به اینه که فضیل ابن عیاض می فرمایه که اخلاص چیه؟ سر من اسرار الله، یک سر است، اسرار است بین بنده و بین الله سبحانه و تعالی. چرا حج کردی؟ کسی نمیدانه از قلب. ظاهرا شخص میگه من به خاطر الله حج کردم اما قلبش را خدا میدانه. اشخاصی میآیند حاکم قضاوت میکنن فلانی حجش به خاطر خدا نبوده. چی خبر داری حجش به خاطر خدا نبوده؟ به اینه که ما باید در تمام اعمال خود مخلصین له الدین باشیم. سختترین شی در نفس چیه؟ اخلاصه. خیلی مهمه. مخلص شدن و اخلاص در زندگی خود پیاده کردن خیلی سخته. انسان فکر نکنه که به آسانی از جمله مخلصین میشه. خیلی سخته. هر زمانی که عبادات ما خالصانه و مخلصانه شد، هر زمانی که حج ما از اعماق دل خالصانه و مخلصانه شد، آن وقت ما میدانیم که رجع کیوم ولدته امه میشه. نماز ما، روزه ما، زکات ما، حج ما، تمام اعمال بستگی به اخلاص داره. قبلا اشاره کردیم خیلی مهمه. اخلاص در اعمال به منزله روح در جسم هست. به پیشگاه الله سبحانه و تعالی حج ارزش داره که و حج خالصانه و مخلصانه صورت بگیره. به پیشگاه الله سبحانه و تعالی حج ارزش داره که و اتم الحج والعمره لله. پس ما باید از جمله بندگان مخلص الله شویم در این سفر. این سفر است که الله سبحانه و تعالی بندگان خود را بیرون میکنه از خانهشان، از زندگیشان، از شهر و دیارشان، میکشانه در جوار کعبه. در برنامه گذشته اشاره کردیم، در اینجا میاره که شما بیایید نقش پای ابراهیم را ببینید. ابراهیم موحد بود و بنده مخلص الله سبحانه و تعالی بود. شما هم که اگر میخواهید خلیل خدا شوید، دوست الله سبحانه و تعالی شوید، پس اخلاص شما باید چنان اخلاصی باشه که ابراهیم علیه السلام چنین اخلاصی داشت. و ابراهیم علیه السلام میگفت که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. احسن در اینجا اخلاص هست. خدای تبارک و تعالی ضایع نمیکنه مزد و پاداش مخلصین را. احسن و عملا،
کسانی که اخلص و خالصانه و مخلصانه عمل را انجام دادن به پیشگاه الله ارزش داره. درسی که از این سفر میگیریم، باید این سفر ما را بنده مخلص الله بگردانه. پروردگار عالم همه ما و شما را، خواهر و برادر را، از جمله مخلصین له الدین داشته باشه و ما را در روز قیامت با بندگان مخلص محشور بدارد. تا برنامه بعد شما عزیزان و بزرگواران را به الله یگانه می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. صفت وضوء کامل. عن حمران رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. در صحیح بخاری حدیث شماره 159 و صحیح مسلم حدیث شماره 4 از حمران رضی الله تعالی عنه روایت است که او عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه را دید که ظرف پرآبی را خواست. آنگاه 3 دفع آب را بر روی 2 کف دستهایش ریخت و آنها را شست. پس از تمیز کردن آنها دست راستش را در ظرف آب فرو برد و با آب آن دهن و بینی خود را شست. سپس 3 بار صورتش را شست و دستهایش را تا آرنج 3 بار شست. سپس سرش را مسح نمود و بعد از مسح سر پاهایش را با قوزک یا شتالنگ، استخوان برجسته‌ای که در ابتدای ساق و انتهای پشت پا قرار دارد شستشو داد. آنگاه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است کسی که مانند این وضوی من وضو بگیرد و بعد از آن 2 رکعت نماز بخواند و در این 2 رکعت فکرش را به مسائل دنیوی و چیزهایی که ربطی به نماز ندارد مشغول نکند، الله عزوجل گناههای صغیره گذشته او را می بخشد. طرد شیطان با وضو گرفتن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. در صحیح بخاری حدیث شماره 3295 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هرگاه یکی از شما از خواب بیدار شد و وضو گرفت 3 بار بینی خود را بشوید، چون شیطان شبها در قسمت بالای بینی او می نشیند.
واجب بودن شستن هر دو پا به تمامی. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. در صحیح بخاری حدیث شماره 60 و صحیح مسلم حدیث شماره 27 از عبدالله ابن عمرو رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود: در سفری که با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم از ما عقب افتادند و هنگامی که به ما رسیدند وقت نماز رسیده بود و ما با عجله وضو می گرفتیم و پاهایمان را مسح می کردیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با صدای بلند ما را صدا کردند و 2 بار یا 3 بار فرمودند: وای بر کسانی که پاشنه‌های پای خود را نمی شویند و به آتش دوزخ گرفتار می شوند. نورانی بودن سر و بازو و ساقهای مؤمن در قیامت بر اثر وضو. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. در صحیح بخاری حدیث شماره 136 و صحیح مسلم حدیث شماره 35 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: همانا امت من در روز قیامت در اثر وضو گرفتن با صورت و دست و پاهای سفید فرا خوانده می شوند. پس هر کس از شما که می تواند بر سفیدی پیشانی و دست و پایش بیفزاید حتما این کار را بکند. فضیلت مسواک. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. در صحیح بخاری حدیث شماره 887 و صحیح مسلم حدیث شماره 42 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر برای امتم مشقت و سختی ایجاد نمی کرد به آنان دستور می دادم که با هر نمازی دهان خود را مسواک کنند. صفات و اخلاقی که جزو فطرت و برنامه همه پیامبران بودند. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 5 أو 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. در صحیح بخاری حدیث شماره 5889 و صحیح مسلم حدیث شماره 49 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 5 چیز جزو فطرت و سرشت پاک انسانند و جزو برنامه همه پیامبران علیهم السلام بودند. اول ختنه کردن، دوم تراشیدن موهای زائدی که در جلو و عقب میروید،
سوم، تراشیدن و از بین بردن موهای زیر بغل. چهارم، گرفتن ناخنها. پنجم، کوتاه کردن سیبیل یا برود. نداء الحق صوت قد شجاني. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و درود بر شما عزیز، شمایی که بار و بند رو جمع کردی آمادگی میگیری که بری حج، و شمایی که هنوز این فرصت رو خداوند برات مهیا نکرده اما عشقت، علاقت، شوقت رفتن به حجه. شما با نیتت حاجی هستی و شما با رفتنت حاجی. امید است که انشاءالله در این سلسله برنامه ها ما رو یاری کنید، همراهی کنید تا از حجمون لذت ببریم. حاجی از رفتن به حجش لذت ببره، منی که فرصت برام مهیا نشد از دور لذت ببرم، همراه باشم با حاجی. شما حاجی اگر قبل از اینی که برنامه ما کامل تماشا بکنی اینا رفتی به حج، حتما یادت باشه یه موبایل خوب همراه خودت داشته باشی، یه اینترنت داشته باشی، حتما این برنامه ها رو دنبال کنی. در اون ایامی که قبل از حج هست اینا رو دنبال کنی تا لحظه به لحظه، گام به گامی که در مسیر حج هم حرکت میکنی احساس کنی، بفهمی که چی میگی، چی کار میکنی، از اون عبادتت لذت ببری. عبادت حجی که ما شروعش کردیم با لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. خدایا بار الها بله، من شنیدم دعوتت رو، من اومدم به سوی تو، بار الها منو قبولم کن، بار الها من در مسیر حرکتم به سویت، بار الها من بنده اومدم پیش بزرگی تو، بار الها به خدایی خدایت ایمان دارم، به وحدانیتت ایمان دارم، غیر از تو رو ندارم، غیر از تو رو قبولش ندارم. اومدیم تا یک مسیر رو با هم تجربه کنیم. مسیر حج در کمال دینمون رو برای ما تجلی میکنه. مسیر حج میاد من رو منتقل میکنه، به من یه تجربه میده. ای بنده من، این دنیای گذرا در یک چشم به هم زدن میره. ای بنده من، تو میایی پیش من. چطور میایی؟ این مسیر حج رو نگاش کن. عبادت حج در واقع یک عبادتیه که من بنده رو آموزش میده برای یک سفر طولانی و سفر ابدی، سفر به سوی آخرت. وقتی میخوایم بریم به سوی حج چی کار میکنیم؟ از همه چیز دست میبریم، همه چیز رو پشت سرمون میگذاریم، مال و ثروتمون پشت سرمون، نه خونمون رو با خودمون میبریم، نه ماشینامونو، نه دکانامونو، نه باغامونو، نه زمینامون. همه اهل و عیالمون رو میذاریم. شاید نتونیم همسرمون رو با خودمون ببریم، بچه‌هامون رو با خودمون ببریم، پدر و مادرمون رو ببریم، خواهر برادرامون رو ببریم، خویشامون رو ببریم، همشهریامون رو ببریم. اینا رو همه رو میذاریم. و توی بنده وقتی میمیری چی کار؟ میگن بنده، هر بنده ای 4 تا زن داره. یه زنی بهش خوب میرسه، براش لباس میخره، همه چیز و جواهرات براش میخره، فلان میخره. یه زنی دیگه است که چی؟
بهش میرسه و اهتمام داره، سرکشیش میکنه، فلان میکنه، از این حرفا. یک زن دیگه هست که برای مواظبش هست، نمیدونم همیشه بهش میرسه فلان. یکی دیگه هست که هیچ بهش نمیرسه. این مثال میذارن، میگن این طرف میخواست بمیره، اومد خانمایی که بهشون میرسید اینا گفت من دارم میمیرم با من میایید؟ همشون گفتن نه ما میریم پی کسی دیگه. کسی که گفت من بات میام چی بود؟ همون زنی بود که هیچ بهش نمیرسید. میگن آقا این مثال چی هست؟ مثال من بنده با دنیام. من بنده تو این دنیا چی دارم؟ جسمم رو دارم که بهش میرسم، به صحت و عافیت و ورزش و لباس و مال و ثروتم رو دارم که بهش میرسم و هی جمع آوری میکنم و مواظبت میکنم. اهل و عیالم رو دارم که میرم ازشون و احوال پرسی میکنم، باشون در فضاشون هستم، دوستا هستند، عزیزا هستند، کیف میکنم. و روحم رو دارم، نفسم رو دارم. آیا به روحم میرسم، به قلبم میرسم، پاکش میکنم یا نه؟ مصدر اعمال من اینه. وقتی میرم تو قبر نه مالم با من میاد، مالم که از اول منو رهام میکنه، اهل و عیالم تا سر قبر میان بر میگردن، دوستانم تا سر قبر میان بر میگردن. هیچی که از اینا برام فایده نداره. اون چی که برام فایده منده چیه؟ کارم، عملم. حالا که میرم حج همین ابتدای کار همینه، انگار که میرم به سوی خدا، میرم به آخرت. لباسم وقتی میرم به آخرت تو قبرم میذارن، یه لباس، یه پارچه سفید منو میپیچونن میندازن تو یه سوراخی توی گودالی. الان که میرم حج یه لباسی به همین شکل میپوشم، اینهو کفن، لباس احرام. لباس احرام که میپوشم یعنی چی؟ انگار که دارم میرم به چی؟ به سوی خدا. انگار که دارم میمیرم. در مرده رو میشورن، اینجا خودم رو میشورم، آمادگی میگیرم. میرم چی؟ میرم به یک دنیای دیگه، به یک مسیری دیگه. انگار که آموزش میگیرم، انگار که من دارم اینجا آموزش میبینم که خودم رو آماده کنم برای رفتن به سوی خدا. کفن پوشیدم. کفن پوشیدم که چی؟ یعنی هیچ منصبی ندارم، هیچ جایگاه و مقامی ندارم، همه ما با هم برابریم. من کی بودم؟ آقای فلانی با 100 تا القاب، حضرت آقای دکتر، مهندس، نمیدونم رئیس، وزیر، رهبر، فلان علان کد خدا. تا مرد صدا میزنن آقا بیایید این جسد رو از اینجا ببرید. نامش رو نمیگن، منصبش رو نمیگن، میگن مرده، میگن جسد. الان من اومدم لباسم رو کندم، احرام پوشیدم، هیچ چیزی دیگه برام نمونده، هیچ رتبه های روشونم نیست که مردم بفهمن که من ژنرالم، هیچ شکل و شمایلم به من نشون نمیده که من کیم. فقیر و پولدارش و ضعیفش و چوپونش و رهبرش و وزیرش و همه مثل هم شدیم و همه نزد خدا مثل هم، هممون نزد خدا مثل همیم. نه عرب را بر عجم برتریست، نه عجم را بر عرب، نه سیاه را بر سفید، نه سفید را بر سرخ، نه سرخ را بر آبی، نه هیچی. برتری به چیه؟ الا به تقوا. برتری مؤمن با تقواست. تقوا هم تو شکل و شمایل نیست. ان التقوا ها هنا، ان التقوا ها هنا. جای تقوا تو قلب، دلت مصدر تقوا. سوار شدم بر اون اتوبوسی که منو میبره به سوی میقات یا میبره به سوی فرودگاه یا اون هواپیما. یادم بیاد الله یه روزی منو روی تخت میذارن میبرن به سوی قبرستان. این سفره، این سفر حج منو بیاد اون سفر آخرت بندازه.
ای مؤمن یه بار حتما باید بری حج، از رکن دینت، براش پول جمع کن، آمادگی بگیر تا بری حج. ای مؤمن یه بار تجربه رو بگیر که تو میری به آخرت. وقتی کسی میره به سفر ما چی میگیم؟ میگیم نستودعک الله الذی لا تضیع ودائعه. ما تو رو میفرستیم، تحویل خدا میدیم، خدایی که توی امانت ما پیش خدایی که خداوند امانت رو ضایع نمیکنه. اون چی میگه؟ نستودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک. وقتی که ما خیشامون رو ودا کردیم، اونا هم میگن که ما هم تو رو، دینت رو، امانتت رو، عاقبتت رو میسپاریم به خدا. الان ما حرکت کردیم به سوی سفر، میگیم اللهم انت صاحب فی السفر والخلیفة فی الاهل والمال والولد. بار الها تو همراه مایی در این سفر، تو پشتیبان و نگهبان خانواده ها و خویشای ما هستی که پشت سر گذاشتی. میریم به حج با این روح انسانی که از همه جا کنده شده، نداره مگر خدا، و کسی که خدا رو داره کفا بالله حسیبا، کفا بالله وکیلا. کسی که خدا رو داره چی کم داره؟ یاد میگیرم در این سفر که کسی رو در این دنیا ندارم مگر خدا. شعار این سفرم لبیک اللهم لبیک، خدایا من اومدم پیش تو، لبیک لا شریک لک لبیک، خدایا بار اله من به سوی تو در حرکتم، هیچ شریک تو را نیست، هیچ کسی غیر از تو رو قبول ندارم. منم که میگفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار اله تنها و تنها تو رو پرستش میکنم، بار اله تنها و تنها از تو مدد میخوام، از تو کمک میخوام، بار اله تنها تویی خدای من. الان اومدم این رو عملاً به اجرا در بیارم، بگم خدایا بار الها هیچ کس رو ندارم مگر تو، خدایا بار الها تویی خدای من، لا شریک لک. در کل این مسیر حج، از میقات گرفته، از وقتی که من احرام بستم تا میام در تمام این فضای حج، یک شعار است، شعار لبیک اللهم لبیک، شعار ذکر و نیایش با خدا. بندگانند که با خدا رابطه برقرار کردن. در اینجا دیگه هیچ شعاری نیست مگر ذکر خدا، هیچ کس نیست، وجود همه منتفی است مگر وجود من بنده و رابطه من بنده با خدای یکتا. وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونور الهدى والبيان. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. اومدیم در مسیر حج قدم گذاشتیم، یا با احساسمون با حاجیان همراهیم. از گذر زمانه، از هزاران هزار سال صدای ابراهیم خلیل رو میشنیم. خداوند به ابراهیم میگه و اذن فی الناس بالحج، صدا بزن مردم رو دعوت بده یا ابراهیم من برای حج. ابراهیم دعا میکنه آی مردم بیایید به سوی خانه خدا. ابراهیم خودش در فکره این صدای منو در این برهوت کی میخواد بشنوه؟ خدایا صدای من کجا میرسه؟ ای ابراهیم تو دادت رو بزن، اذان حج گفتن از تو، رساندنش از ما. با خداوند رسوندش. در اون زمان همه شنیدند و رفتند، بعد از اون زمان همه میشنوند و میرند، و امروز من و شما هم شنیدیم. اونی که توانایی داشت رفت، میره، آمادگیشو گرفته.
و اونی که توانایی نداره میگه لبیک ابراهیم من شنیدم، من میام، اما الان نمیتونم، دست و پام بسته است، مالش رو ندارم، توانش رو ندارم، این نظام های فاسدی که رو ما حکومت دارن نمیذارن، ابراهیم من میام. با این شوقم، با این نیتم با حاجی همراهم. حاجی میگه لبیک اللهم لبیک، منم میگم لبیک اللهم لبیک، خدایا قبول دارم، چشم میام، اما توانشون رو ندارم. میریم به سوی حج. به سوی حج میریم یک تجربه رو با هم داشته باشیم، یه تجربه ای از رفتن به سوی خدا، یه سفر ملکوتی به سوی خدا. حالا که میرم به سوی خدا باید فرشته‌وار باشم. من دارم میرم به کجا؟ به جایی میرم که اونجا اثر قدم ابراهیم تا امروز هست. به جایی میرم که اثر قدم ابراهیم داره به من میگه ای مؤمن اومدی اینجا همه هیچ جا پات رو نمیذاری مگر اینی که اونجا پیامبری پاش رو گذاشته، یا صالح و عبد نیکی از بندگان من، ولی از اولیاء من، شاگردی از مکتب رسول خدا صلی الله علیه و سلم پاش رو گذاشته. توی مؤمن وقتی میری در مسیر حج حرکت میکنی، از میقات گرفته تا طواف، تا سعی، تا رفتنت به منا، تا رفتنت به مزدلفه، تا در عرفات بودنت، تا برگشتنت، هر جا که قدمت رو میذاری قدمت میفته مستقیم روی جای پای پیامبری یا ولی از اولیاء الله. یعنی چی؟ یعنی که داری بیعت میکنی، عهد و پیمان میبندی، عهد و پیمان میبندی با ابراهیم که ای ابراهیم موحد، ای ابراهیم بت شکن، من مثل تو خواهم بود، قسم میخورم، عهد میبندم با تو که برم بت‌ها رو بشکنم، بت‌هایی که تو قلب من هستند و همه رو میشکنم. ابراهیم من بت غرور رو میشکنم، من بت تکبر رو میشکنم، من خودخواهی رو میشکنم، من غیر از خدا رو نگاه کردن در خودم میشکنم. در قلب من هیچ طاغوتی جا نخواهد پیدا کرد، در قلب من هیچ نمرودی، هیچ فرعونی، هیچ ابو جهلی جا پیدا نخواهد کرد. ابراهیم من اومدم اینجا تا مثل توی ابراهیم باشم. ای موسی، ای موسی، ای کلیم الله، ای کسی که با خدا سخن گفتی، من اومدم اینجا، از اینجا برمیگردم کلیم الله خواهم بود. با قرآن با خدام در نمازم سخن میگم، خدام با من سخن میگه، خلیل الله خواهم بود، کلیم الله خواهم بود، مثل تو ایوب، مثل تو یوسف، مثل تو ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواهم بود. پای من داره به من میگه که اینطوری حرکت خواهم کرد. از اینجا برگشتم، نکنه که برم حج اونجا خیانت کنم به این مسیر، به این حرکت، به این عهد و پیمان. نه، وقتی میرم اونجا خانه خدا رو میبینم. الله، این خانه ای که خشتش رو ابراهیم و اسماعیل گذاشتند رو هم به امر الله. ابراهیم و اسماعیل اینجا خانه ساختن، من تو قلبم رو میسازم خانه خدا. قلبم رو میکنم جایی که در اون غیر از خدا نباشه. غیر از خدا تو قلبم کسی رو جا نمیدم، تو قلبم بت نمیسازم، غیر از خدا رو ندا نمیزنم. من دارم اینجا میگم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک والملک. شکر خدا رو به جا میارم. لا شریک لک،
وحدانیت خدا رو قسم میخورم که بر اون پایبند بشم. پس من اومدم به حج، اومدم اینجا، تصرفاتم باید تصرفات صالحان باشه. نکنه که در حج کسی رو اذیت کنم، نکنه که تنی کسی رو در یک شلوغی کسی رو حل بدم، نکنه که مزاحم کسی باشم، نکنه که برم پیش 4 تا آدم نفهم، برم چی گروهی درست کردن یکی داد میذاره دعا میکنه منم دنبالش دعا کنم. مگه من دارم خدای کر و کوری رو دعا میکنم؟ من دارم انکم تدعون سمیعا بصیرا، شما دارید خدای شنوای و بینا رو دارید عبادت میکنید، دعا میکنید. نکنه که پشت اون آخونده را بیفتم هر چی میگه، هر چه غلط میگه منم بگم. مزاحم مؤمنان باشم. مؤمنان اومدن برای عبادت، نیومدن که من بیام دنبال آخونده را بیفتم هر غلطی که میگه منم تکرار کنم نفهمم چی میگم. اگه من این تصرفاتم تو حج، اینجایی که جای ملائکه شدن هست، جای صعود به سوی خداست، جای صالحان شدن هست، جای پالایش و آلایش شدن هست، اگه من اونجا دارم که افراد رو اذیت میکنم، بعد از حج که برمیگردم چی میشم؟ ما رفته اژدها برمیگردم. نکنه که این حماقت ها رو بکنیم، این کارهای بد رو بکنیم، کسی رو اذیت کنیم، کسی رو حل بدیم، صدامون رو کسی بلند کنیم، دعوا کنیم، یا از این حرکت های زشت بکنیم، بریم بدعت ها رو اونجا سبز کنیم. در اونجا شعاری نیست مگر لبیک اللهم لبیک، رابطه من و بنده با الله متعال. نکنه که اونجا برم امام فلانی رو بخوام، پیر علانی رو دعا کنم، یا علی مدد بگم، یا نمیدونم پیر گیلانی بدادم برس بگم. رفتم خونه خدا شرم نکنم غیر خدا رو بخوام. رفتم اونجا پا میذارم رو پا قدم ابراهیم، میگم ای ابراهیم من رو راه تو قدم میزنم. اون وقت بشم نمرود، اون وقت بشم فرعون، و من اونجا هم که میخوام موسایی بشم. به خدا سوگند اگر رفتی به حج، اعلم الدهرت بودی، از همه دنیا عالمتر خودت، داناتر خودت، رفتی اونجا بر راه گام در گام محمد مصطفی نگذاشتی، قسما بالله که ابو جهلی. فکر نکنید که ابو جهل اسمش ابو جهل بود، اسمش بود ابوالحکم، پدر دانایی و دانش. اما چون راه مصطفی رو نگرفت اسمش شد ابو جهل. میخوایی منم ابو جهل بشم در مسیر حج؟ اجازه ندم این اتفاق بیفته. چطور؟ اینی که خودم رو بسازم این میدان آزمایشه که من اونجا نشون بدم که در اخلاقم محمدیم، در رفتارم محمدی و ابراهیمیم، در سلوکم، در گفتارم، در عبادتم هیچ کاری رو نمی کنم مگر اون چی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد. هممون عشقمونه که بریم کعبه رو بغلش بگیریم، بریم نمیدونم دیوارای کعبه رو بلیسیم، بوسشون بزنیم. اما چی؟ این کار رو پیامبر کرد؟ نه نکرد. پس من نمی کنم. خواسته من، اون شهوتی که در دل من هست، اون رو میذارم زیر پام. چرا؟ عاطفه داریم، محبت داریم، محبتم رو میذارم زیر پام وقتی که محبتم بر شیوه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. اگر این کارو نکردم میشم چی؟ میشم ابو جهل.
الحق صوت قد شجاني.